به نام خدا. سلام دوستان خوبم، من بهزاد هستم با سری آموزش‌های سی شارپ در خدمت شما دوستان عزیز. تو این بخش که جلسه 4 آموزشمون هم هستش، می‌خوایم در مورد ایونت های فرم صحبت بکنیم. اگه یادتون باشه ما تو جلسه قبلی در مورد پراپرتی های فرم صحبت کردیم و در این جلسه می‌خوایم اختصاص بدیم به ایونت های فرم. خب گفتیم که ایونت ها حادثه هایی هستند که ممکنه برای یک آبجکت و یا شی رخ بده. برنامه ویژوال استودیو رو باز میکنیم. از قسمت نیو پراجکت یک پروژه از نوع ویندوز فرم اپلیکیشن ایجاد میکنیم به اسم دلخواه. من اسم CS4 رو بهش میدم و چون جلسه 4 هم هستش اینو رو براش در نظر میگیرم. صبر میکنم تا سولوشن برنامه شروع به کار بکنه و فرم من ساخته بشه. گفتیم که ایونت ها حادثه هایی هستن که ممکنه برای یک آبجکت و یا شی رخ بده. درسته؟ مثلا من میخوام بذاریم من برنامه رو اجرا بکنم. من میخوام موقعی که اشاره‌گر ماوس وارد فرم میشه رنگ پس زمینه فرم تغییر بکنه. آیا من میتونم همچین قابلیتی رو برای برنامه خودم بذارم؟ میگیم که بله، ما با ایونت های آبجکت میتونیم این کار رو انجام بدیم و کد مورد نظر رو براش بنویسیم. خیلی خوب، میریم در بخش ایونت ها. این آیکونی رو که میبینید مخصوص ایونت هستش، این آیکون رعد و برق مانند. خیلی خوب، میریم برای گفتیم که موقعی که ماوس اشاره‌گر ماوس وارد فرم میشه یعنی ماوس هاور، خاصیت وارد شدن، پس میریم دنبال خاصیت ماوس هاور میگردیم و براش اینطور کد می‌نویسیم. میگیم this دات بک کالرش برابر کالر دات مثلا آبی بشه، به رنگ آبی. برنامه رو اجرا میکنیم. خب من الان انتظار دارم که وقتی با اشاره‌گر ماوس وارد فرم میشم رنگ پس زمینه فرم بشه آبی. آیا همچین اتفاقی میفته؟ خب میریم بررسی میکنیم. بله، میبینیم که همچین اتفاقی افتاده و ما تونستیم با یک قطع کد این قابلیت رو به برنامه خودمون بدیم. خب حالا بیایم یه ذره زیباترش بکنیم. میخوایم وقتی که وارد فرم میشیم رنگ پس زمینه فرم بشه آبی، وقتی که خارج میشیم بشه بالفرض زرد. خب برای خارج شدن خاصیت ماوس لیو رو داریم. پس گفتیم ماوس هاور خاصیت وارد شدن، ماوس لیو خاصیت خارج شدن. میریم دنبال خاصیت ماوس لیو میگردیم، ایونت ماوس لیو، و اینطور براش کد می‌نویسیم. میگیم this دات بک کالرش برابر کالر دات یلو. یه کنترل F5 برنامه رو اجرا میکنیم. خب الان انتظار دارم که وقتی وارد فرم میشم به رنگ آبی، وقتی خارج میشم به رنگ زرد، آبی زرد. بسیار عالی، برمیگردیم به فرم. در ادامه میخوایم وقتی که اومدم روی فرم و کلید اشاره‌گر ماوس رو به سمت پایین فشار دادم رنگ پس زمینه فرم تغییر بکنه. آیا همچین حالتی امکان داره؟ میگیم که بله. میایم در خاصیت ماوس دان، وقتی که کلید ماوس به سمت پایین فشار داده میشه، ماوس دان. خب میام اینطور براش کد می‌نویسم. میگم this دات بک کالرش برابر کالر دات رد بشه، مثلا به رنگ قرمز. خب برنامه رو اجرا میکنیم. خب بذارید من اون حالتهای قبلی رو کامنت بکنم که قشنگ این حالت دستمون بیاد که جریان چیه. خب گفتیم که وارد فرم میشیم و با کلیک کردن ماوس به سمت پایین انتظار دارم که رنگ پس زمینه فرم بشه قرمز. خب من این کار انجام میدم. بله بسیار، دیدیم که این اتفاق افتاده. خب میخوایم این کد رو یه ذره جالب تر بکنیم. وقتی که با اشاره‌گر ماوس در واقع روی فرم
به سمت پایین کلیک میکنم رنگ پس زمینه بشه قرمز و وقتی که کلید ماوس رو رها میکنم به سمت بالا رنگ پس زمینه بشه آبی. خب بریم و برای خاصیت ماوس آپ این کار رو انجام میدیم. ماوس داون به سمت پایین، ماوس آپ به سمت بالا. خب میگیم دیس دات بک کالرش برابر کالر دات بلو آبی. یه کنترل F5 برنامه رو اجرا میکنیم. الان انتظار دارم که وقتی کلید ماوس رو به سمت پایین فشار میدم روی فرم رنگ بشه قرمز و وقتی کلید ماوس رو رها میکنم رنگ پس زمینه فرم بشه آبی. به این صورت قرمز و با رها کردن آبی. بسیار عالی. برمیگردیم به فرم. در ادامه میخوایم بریم سراغ رویدادهای کی داون، کی پرس و کی آپ. خب میخوایم برنامه بنویسیم که وقتی کاربر یک حرفی رو از رو صفحه کلید فشار داد رنگ پس زمینه فرم عوض بشه. خیلی خوب، میتونیم این رویداد رو اینطور براش بنویسیم. رویداد کی پرس براش اینطور می‌نویسم: اگر ای دات کیچرش کاراکتر مثلا ای رو کاراکتر رو من دبل کت زدم، عذر میخوام، ای رو از صفحه کلید به سمت پایین فشار داد. خب بیاد مثلا بگه که یه مسیج باکس بده، مسیج باکس دات شو حرف A مثلا. به این صورت یه کنترل F5 برنامه اجرا میکنیم. خب من الان کلیدهای W R و یا T رو از صفحه کلید میزنم هیچ اتفاقی نمیفته، اما به محض اینکه از روی صفحه کلید حرف A رو میزنم میاد میگه که شما کلید A رو از صفحه کلید زدید. خب برمیگردیم به فرم. این بار میخوایم برای رویداد کی داون موقعی که کلیدی از روی صفحه کلید به سمت پایین فشار داده میشه ولی هنوز رها نشده، این حواستون باشه، و در رویداد کی آپ موقعی که دستمون رو از روی همون کلید برداشتیم و رها کردیم دستمون رو، یک اتفاقی رو براش در نظر بگیریم. خب برای رویداد کی داون میخوایم اینطور بنویسیم که اگر کاربر اومد و مثلا کی کدش برابر کیز دات مثلا حرف آر رو زد. خب حرف آر رو زد، بیاد مثلا چیکار بکنه؟ مثلا رنگ فرم رو عوض کنه. باز برگشتیم سر موضوع رنگ. خیلی خوب، کالر دات مثلا رنگش هم میذاریم قرمز، همون آر. تو رویداد کی داون اینطور نوشتیم که اگر کاربر اومد و کلید آر از روی صفحه کلید رو به سمت پایین فشار داد رنگ پس زمینه فرم بشه قرمز. درسته؟ خب میایم این کار رو با کنترل F5. خب من الان حرف S رو میزنم D F و یا T U هیچ اتفاقی نمیفته، ولی به محض اینکه حرف R رو از روی صفحه کلید به سمت پایین فشار میدم رنگ پس زمینه فرم شده قرمز. خب الان میخوایم این موضوع رو جالب تر بکنیم. موقعی که من کلید آر رو به سمت پایین فشار دادم رنگ پس زمینه بشه قرمز، وقتی همین کلید رو من رهاش کردم رنگش بشه بالفرض آبی مثلا. خیلی خوب، برمیگردیم و این بار برای رویداد کی آپش اینطور می‌نویسیم که میگیم اگر کاربر اون کلید رو رها کرد. خب کدوم کلیدو؟ همون کلیده که در اون بالا براش تعریف کرده بودیم، کیز دات آر بوده. درسته؟ خیلی خوب، و اینطور براش می‌نویسیم که تو رویداد کی آپ موقعی که کلید رها میشه this dot back colorش برابر color dot آبی گفتیم بشه. درسته؟ خیلی خوب، یه کنترل F5.
الان من انتظار دارم که با فشردن حرف در واقع کلید R از روی صفحه کلید به سمت پایین رنگ پس زمینه فرم بشه قرمز. درسته این اتفاق افتاده؟ خب من الان میخوام دستم رو از روی حرف R بردارم. خب انتظار دارم رنگش بشه آبی. میبینم که این اتفاق افتاده. خب کی دان کی آپ. خیلی خوب، امیدوارم که از این بخش آموزش استفاده لازم رو برده باشید. با بخش‌های بعد با من همراه باشید.